این مرد می‌خواست ایران رو به یکی از 5 قدرت صنعتی جهان تبدیل کنه. پاییز 1298 در یک خانه اجاره‌ای کوچک در محله قدیمی تهران پسری به دنیا آمد که اسمش رو محمد رضا گذاشتند. پدرش رضاخان میرپنج افسر قزاق بود. مردی بلند قامت و سختگیر که هنوز نمیدونست چند سال بعد تاج شاهنشاهی بر سرش گذاشته میشه. وقتی رضاخان در سال 1304 شاه شد، محمد رضای 6 ساله به عنوان ولیعهد ایران معرفی شد. از آن روز دوران کودکی معمولی پایان یافت. اون به کاخی اختصاصی منتقل شد و تربیتش مستقیما زیر نظر پدر قرار گرفت. رضا شاه میخواست پسرش مردی قوی، منظم و مدرن بار بیاد. اما این تربیت سخت و خشک بود. وقتی محمد رضا 12 ساله شد، رضا شاه اون رو به سوئیس فرستاد تا در یکی از بهترین مدارس شبانه روزی اروپا درس بخونه. به زبان فرانسه مسلط شد، اسکی یاد گرفت، فوتبال بازی کرد و با تمدن غربی آشنا شد. این 5 سال ذهنش رو برای آینده‌ای بزرگ باز کرد. در سال 1315 محمد رضا بعد از تحصیل به ایران بازگشت و وارد دانشکده افسری شد و با درجه ستوان دوم فارغ التحصیل شد. در شهریور 1320 با تبعید رضا شاه، محمد رضای 22 ساله ناگهان بر تخت شاهنشاهی نشست. در دهه اول سلطنت شاه قدرت واقعی نداشت. نخست وزیران قوی مانند قبان و مصدق تصمیم می گرفتند. نفت ایران در دست انگلیس بود و درآمد کمی به کشور می رسید. در دی 1341 انقلاب سفید رو اعلام کرد. زمین‌های بزرگ مالکان و خانها برای نخستین بار به کشاورزان و دهقانان واگذار شد تا نظام ارباب رعیتی پایان یابد و میلیون‌ها نفر صاحب زمین شوند. زنان ایرانی برای اولین بار در تاریخ کشور حق رأی سیاسی گرفتند و توانستند در انتخابات مجلس و شوراها شرکت کنند. فارغ التحصیلان دبیرستان به صورت خدمت اجباری به روستاها فرستاده شدند تا به بزرگسالان و کودکان بیسواد خواندن و نوشتن بیاموزند و نرخ بیسوادی به شدت کاهش یابد. کارگران صنعتی برای اولین بار صاحب سهام کارخانه ها شدند و درصدی از سود سالانه را دریافت کردند تا فاصله طبقاتی کم شود و انگیزه کار افزایش یابد. در دهه 1350 ایران به اوج رسید. درآمد نفت سر به فلک کشید و شاه آن را صرف توسعه کرد. اقتصاد سالانه بیش از 10% رشد داشت. درآمد سرانه از $170 به بیش از $2000 رسید و این تازه شروع شکوفایی ایران به دست محمد رضا شاه بود.